من ستارف ایام الدین شهروند تاجیکستان که قبلا صحبت‌ها و مراجعتم در رسانه‌ها برای شهروندان محترم و جامعه جهانی پخش گردیده بود. گمان می‌کردم که شاید تنها همین مراجعتم کافی باشد، اما متاسفانه وقتی که دیروز بعد از ظهر مطبوعات و سایت‌های اینترنتی را مرور می‌کردم، چشمم به یک اعلانی افتاد که سازمان بانفوذ بین‌المللی، سازمان امنیت و همکاری اروپا از 9 تا 21 این ماه جلسه نوبتی هر ساله اش را در ورشو برگزار می کند و متعجب از این شدم که نمایندگان سازمان تروریستی حزب نهضت اسلامی نیز از جمله محیدین کبیری هم به این جلسه دعوت شده است. این موضوع مرا در تعجب و تشویش انداخت که شاید آن حرفها و مراجعت‌هایی را که من بیان کردم به گوش مسئولین این سازمان بانفوذ بین‌المللی نرسیده باشد. ممکن نشنیده باشند این حرفها را. به همین دلیل بار دیگر ضرور دانستم که مراجعت خاصی به مسئولین این سازمان بین‌المللی به شخص آقای توماس گریمینگر، دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا، به مدیر بخش حمایه حقوق بشر جناب میخائیل گیارکلینگ و به فرستاده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان خانم یوریال توله خطاب نموده بگویم که من بسیار چیزها را از کارهای نامطلوب این حزب تروریستی نهضت می‌دانم و در سال 2017 هم در یکی از جلسه های نوبتی این سازمان بانفوذ بین‌المللی در ورشو شرکت نموده بودم و از نزدیک در آنجا از فکر و اندیشه های رهبران این حزب تروریستی نهضت و مخصوصاً محیدین کبیری خوب آگاه شدم. در آنجا که هدف و مرام آنها از این منبر بلند عیب‌های خود را پوشاندن بود و می‌خواستند که در جامعه جهانی خود را همچون یک فرشته بیگناه نشان دهند و به چشم جهانیان خاک بپاشند. نمیخواهند که جهانیان از کردارهای ضد بشری آنها آگاه شوند. من که از این آگاه هستم خواستم که باز به صراحت بگویم که سازمان تروریستی نهضت اسلامی حق شرکت در منبر بلند سازمان بانفوذ بین‌المللی، سازمان امنیت و همکاری اروپا را ندارد. اگر این سازمان بانفوذ ضرور داند و بخواهد این چیزها را از من بشنود، مرا دعوت کنند به ورشو، چون که این سازمان تروریستی نهضت اسلامی از این منبر بلند بین‌المللی حق صحبت کردن را ندارند، چون اینها خود بدکردار و جنایتکار هستند و با استفاده از این منبر بلند، مخصوصا رهبر آن محیدین کبیری، میخواهند خود را یک فرشته بیگناه نشان دهند و به چشم جهانیان خاک بپاشند، نشان دهند که گویا آنها مظلوم هستند، ولی در اصل این طور نیست. من که تمام عمر با آنها بودم، از جمله سال 2017 در همین جلسه این سازمان شرکت نموده بودم. حتی در جلسه های خصوصی آنها هم شرکت داشتم. از هدفهای این سازمان تروریستی حزب نهضت و مخصوصا رهبر آن محیدین کبیری خوب آگاهی دارم. این سازمان به این حرفهای من اگر تردید کنند، من حاضرم شخصا رفته از همان منبر بلند روبروی آنها در چشم آنها نگاه نموده عیب‌هایشان را به جهانیان معرفی کنم. من ستارف ایام الدین آماده هستم که همین کار را هم به دلیل امنیت کشور و به خاطر ملتم در همین سازمان بین‌المللی در ورشو شرکت کنم، در جلوی چشم مردم همین حرفا را هم با دهان خود بگویم. البته اشتراک این سازمان تروریستی نهضت اسلامی و مخصوصا رهبر آن محیدین کبیری در نشست ورشو به آبرو و نفوذ این سازمان بین‌المللی در دنیا لطمه خود را خواهد زد، زیرا این سازمان خود باید رعایت کننده حقوق انسان باشد، چون که همیشه مدعی این است که در تمام دنیا حقوق بشر را حمایت می‌کنیم و برای بهبودی بشر کوشش می‌کنیم، در حالی که اگر رهبران این سازمان تروریستی مخصوصاً محیدین کبیری در آنجا شرکت کند، پس در این ادعای آنها یک شبهه به وجود می‌آید که اینها طرفدار حقوق بشر و حمایت حقوق انسان هستند یا که طرفدار تروریست‌ها و آدمان بدکردار که این سازمان تروریستی حزب نهضت اسلامی مخصوصاً محیدین کبیری هدف اصلیشان ناآرام کردن جمعیت 9 میلیون نفره تاجیکستان است و تبدیل نمودن تاجیکستان به سوریه و دیگر کشورهایی که امروز در آنجا خون هزاران
هزارها و میلیون ها نفر آدمان بیگناه می‌ریزد. دیگر هیچ مقصدی ندارند. آنها همین را هم با دست خارجی ها، با دست ایران و دیگر دولت‌هایی که آنها بر ضد بشریت مبارزه می‌برند و تروریستان را دستگیری می‌کنند انجام می‌دهند. به همگان آشکار است که پشتیبان این تشکیلات تروریستی نهضت اسلامی که رهبرش محیدین کبیری میباشد جمهوری اسلامی ایران است که با پولهای خود سازمان تروریستی حزب نهضت اسلامی را پشتیبانی می‌کند. همه دنیا این موضوع را می‌دانند. من هم به تجربه خود که در آنجا بودم شنیدم و حضور داشتم. این را می‌دانم، با چشمان خود دیدم. بار دیگر به جناب توماس کریمینگر، به جناب میخائیل گیارگلینگ و به خانم یوریاله توله خطاب نموده میگویم تا حالا که این جلسه برگزار نگردیده است کوشش کنند که نمایندگان و مخصوصا رهبر حزب تروریستی نهضت اسلامی را به این منبر بلند راه ندهند، زیرا که حضور آنها در این منبر آبروی سازمان امنیت و همکاری اروپا را پست می‌کند. من که در جلسه این سازمان شرکت نموده بودم و از زبان بسیار شرکت کنندگان آنها شنیدم که مردم دنیا به سازمان امنیت و همکاری اروپا اعتقاد و باوری دارند که این سازمان حامی حقوق بشر است، ولی اگر حضور نهضتی ها در آنجا باشد همچون محیدین کبیری و نمایندگان این حزب تروریستی، من اطمینان دارم که به آبرو و نفوذ این سازمان لطمه وارد می شود. بار دیگر مراجعت نموده می گویم که دچار این اشتباه نگردید و همچون یک شهروند خواهش میکنم که حضور آنها را در این جلسه منع کنید. من قبلا در سخنهای خود بعضی جنایت‌های این حزب تروریستی نهضت از جمله رهبر آن محیدین کبیری را برملا ساختم. اگر آنها در حقیقت بیگناه می بودند چرا پس به مانند من در رسانه ها جوابی ندادند و از خود دفاع نکردند که این سخنان من تهمت است. از این نتیجه می توان گرفت که آنها در این جنایت ها شریکند و حرفی برای گفتن ندارند، اما چون که جامعه جهانی از آنها بیخبر است می خواهند که از آن منبر بلند خودشان را سفید نموده خودنمایی کنند. همچنان سازمان تروریستی نهضت می خواهد با استفاده از امکانیت‌های وسیعی که این سازمان بین‌المللی دارد سخنانشان را به گوش جهانیان برسانند و از بیخبری مردم استفاده کنند. ولی من آشکار و واضح بار دیگر میگویم که این حزب تروریستی نهضت اسلامی در همه اتفاقات تاجیکستان دست دارند، خصوصا محیدین کبیری در این جنایت‌ها دست دارد و این را من آشکار به همه جهانیان میگویم.